رمضان ماه صبر و رشد و استمرار، درست مثل ساختن یک مسیر بزنسی. رمضان مبارک. رمضان یعنی شروع تازه، پاکسازی ذهن و آماده کردن بدن برای ماه‌های پیش رو، مانند شروع یک بزنس جدید. رمضانتان مبارک. رمضان فرصت طلایی برای بهتر شدن هر کار جدید. مبارک باد. نظم، صبر و استمرار را میشه از رمضان آموخت. رمضانتان مبارک. رمضان درس یک سال زندگی را از نو آموختن. مبارک. رمضان ماه مبارک کلید فراوانی برای شروع هر کار جدید هستش. رمضان مبارک. رمضان یعنی اینکه کنار هم بودن در هر شرایط. رمضانتان مبارک. رمضان ماه آزمایش بندگان مبارک است. رمضان مبارک. رمضان شادی دلها، ماه امتحان و سجودن و درگاه الهی با دستان باز و پر از خیر و برکت. مبارک. ماهی مغفرت، بخشش و نجات از آتش دوزخ بر همگان مبارک باد. رمضان ماهی آرامشی درونی و عبادت به سوی درگاه الهی. مبارک. رمضان کریم ماه مناجات عاشقان و عارفان الهی به لحظات ملکوتی آن. مبارک باد. رمضان ماه رحمت، عشق به الله و وحدانیت آن. مبارک.